مرحوم عاشق هادی فضلی رحمت الله علیه که از علمای عربستان بودن، ایشون به من گفت که الان در دانشگاه‌های حجاز اساتید بزرگ حجاز کتاب‌های فقهی شیعه رو تهیه میکنن و میخونن، یعنی همینایی که چاپ شده. تشکر میکرد که اینا کار شده، تصحیح شده، چاپ شده. چون آقا کتاب ریاض رو مثلا اون شکل قدیمی رغبت نمیکنه کسی باز کنه، اما وقتی ریاض رو با این شکل فرض کنید که چاپ کردن، چی کردن، جواهر رو مثلا به این شکل در آوردن، طبعا او علاقمند میشه. ایشون میگفتش که علاقمند شدن و به شیعه اعتقاد پیدا کردن. ایشون تو دانشگاه هم تدریس داشت مرحوم آقای فضلی. میگفت اساتید بزرگ در عالم تسنن در اونجا که حالا ایشون تدریس میکرد در دانشگاه های منطقه شرقیه و غیر اونها، ایشون میگفتش که اینا همشون مجذوبن. این کتاب اونجوری خواهد شد، یعنی اگر چنانچه یک ترجمه خوبی انجام بگیره، این دست اونا برسه دیگه راهاش نمیکنن، یعنی دست به دست خواهد گشت توی دنیای اسلام انشالله میگرد. تشکر میکنیم از خداوند متعال که این توفیق رو به آقای جوادی دامت برکاتو داد که ایشون این کار رو انجام دادن. تشکر میکنیم از آیت الله آقای جوادی که این زحمت رو کشیدن. تشکر میکنیم از شما که دنباله این کار رو گرفتید و تحقیق کردید و کار کردید و انشالله امیدواریم که همه اجر و ثواب دنیوی و اخروی و خودتون رو ببرید. سلام ما رو هم خدمت ایشون برسونید و تشکر ما رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.